صبح چشاتو باز میکنی میبینی کل دنیا غیبش زده و فقط ایران مونده. از خلیج همیشه فارس تا قله دماوند، از تخت جمشید تا برج میلاد، یه سرزمین، یه ملت و یه دنیا برای از نو ساختن. حالا کل سیاره فقط و فقط ایرانه. از جنگلای سرسبز هیرکانی شمال تا کویر طلایی لوط، از قله‌های زاگرس تا موج‌های آبی خلیج فارس، مردم تو تهران، شیراز، تبریز و مشهد جمع شدن و با لبخند میگن حالا نوبت ماست که دنیا رو بسازیم. تو بازارای شلوغ یزد و اصفهان بوی زرشک و زعفرون پیچیده و همه دارن برای ایران جدید برنامه میریزن. ایرانیا که همیشه تو تاریخ غوغا کردن حالا دوباره میدرخشن. جشنواره شعر و موسیقی تو تخت جمشید، حافظ و سعدی انگار کنارمونن. معمارا با الهام از ستونهای پارسه کنار برج‌های مدرن تهران سازه‌های جدید میسازن. قالیبافای کاشان فرشای شگفت‌انگیز میبافن. خطاطای شیراز بیتای مولانا رو دوباره زنده میکنن. و البته شوخی ماجرا، تو اسنپ فود گزینه جدیدی باز شده به اسم چوله کباب زرتشتی با سس زعفرون اضافه. اقتصادم باید از صفر ساخته بشه. نفت خلیج فارس برای خودمونه، زعفرون خراسان، پسته کرمان، انار ساوه حالا ستاره بازار جهانی شدن. چون بازار جهانی یعنی همینجا. کارخونه‌های عراق و تبریز دوباره جون گرفتن. بازارهای محلی پرهیاهو شدن. دانشمندا تو منجیل دوربین بادی میچرخونن و تو کویر لوط پنل خورشیدی میذارن. حتی دیجیکالا بسته ویژه پسته طلایی پارسه رو با تخفیف میذاره رو صفحه اولش. طبیعت ایران حالا جواهر سیاره است. مرنجاب، تالاب انزلی، دریاچه ارومیه که دوباره زنده شده. مردم با هم کمپین درختکاری راه انداختن. یوز پلنگ آسیایی دوباره تو دشتا میدوه. فعالای محیط زیست با هشتگ ایران سبز همه رو دعوت میکنن یه نهال بکارن و از کیش تا انزلی لایک میگیرن. دانش و علم هم قلب تپنده ایرانه. دانشگاه‌های تهران، شیراز و اصفهان پر از آدماییه که دارن آینده رو میسازن. رصدخونه‌های مراغه و کاشان دوباره فعال شدن. دانشمندا با تلسکوپ دنبال سیگنالای کهکشانی میگردن. بخش جالب ماجرا، کانال تلگرام اخترشناسی پارسی پر شده از استیکر یوز ایرانی. اگه فقط ایران روی زمین بمونه تو چی بهش اضافه میکنی؟ یه برج تازه، یه غذای جدید یا یه شعر نو؟ تو کامنت ها بگو. ویدیو رو لایک کن و بفرست واسه همه عاشقای ایران. ویدیوی بعدی چی میشه اگه برق کل دنیا برای همیشه بره؟ راستی به نفعت همین الان کانالو سابسکرایب کنی، وگرنه یهو دیدی تو کویر لوط بدون وایفای گیر افتادی.